سلام بینندگان عزیز، امروز پنجشنبه 5 مارس ساعت به وقت شهر پراگ 10 من میرزا خالقزاد هستم و حالا فرصت اعلان سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسا 1 در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صفحه آزادی ویدیو می توانید تماشا کنید. برای 2 سال آینده ذخیره مواد خوراکواری هست به تهلکه داده نشود. مقامات تاجیکستان میگویند که در کشور برای 2 سال آینده ذخیره مواد خوراکواری وجود دارد و ساکنان از این بابت نباید نگران باشند. این در حالی است که سر از روز گذشته در پی آوازها در رابطه به احتمال پنجشنبه کرونا ویروس در تاجیکستان، ساکنان در منطقه‌های گوناگون کشور به بازارها ریختند و مواد غذایی را حریصانه به مقدار زیاد خریدند. در پی این نرخ محصولات در بازارها بالا رفت. شادیخان جمشید معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان گفت که آژانس ذخیره‌های مادی کشور برای 2 سال آینده ذخیره کافی غذا دارد و می‌تواند مردم را تأمین کند. و همچنین افزود که واردات مواد خوراک از خارج چون پیشتر ادامه دارد. انگیزه بازارها ریختن مردم چیز و چرا نرخ مواد خوراکواری یک بار بالا رفت؟ مقامات در این راستا چی تدبیر می‌اندیشند؟ در برنامه اخبار در چند گزارش جداگانه گزارش خواهیم داد. همچنان اخبار از این بیشتر را شما در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب می‌توانید تماشا کنید. خود را ملیسه اعلان کرده بود از زنان تنفروش پول ستانیده است. دادگاه شهر حصار شهروند فردوس سیدزاده را که خود را ملیسه گفته با تهدید آغاز پرونده برای تنفروشی و خبر دادن به خویشاوندان از زنان پول می گرفته است به 10 سال زندان محکوم کرد. سیدزاده شهادتنامه رنگ سرخ را از مغازه کانسلری خریده خود را به زنها کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان معرفی می‌کرده است. دادگاه شهر حصار سیدزاده را بر اساس ماده 250 کادکس جنایی تاجیکستان برای تمجوی گناهکار دانسته 10 سال در زندان نظامش پرزور محکوم کرد. نظری محکوم شده درباره اتهام و حکم دادگاه فعلا معلوم نیست. چگونه زنان به دام سیدزاده افتادند و چرا ساکنان در تاجیکستان از هر نفری که شهادتنامه سر را نشان داده خود را ملیسه معرفی کند میترسند؟ ادامه خبرات. در ولایت ختلان جوانانی که به خاطر ازدواج کردن از روسیه بازگشتند شکایت دارند که هر جای خواستگاری روند والدان عروس قلین و یا مهر هنگفت طلب دارند که آنها امکان پرداختن آن را ندارند. مهر هنگفت جوانان را دلسر کرده است و آنها نیت دارند دوباره به روسیه برگردند و آنجا ازدواج کنند. پول مهری که والدان در تاجیکستان طلب میکنند چند است و تا کجا این طلب از نگاه قانون درست است؟ در برنامه اخبار بررسی خواهیم کرد. مسئولان باغ حیوانات از شهر خوجند برای نجات جانوران از گرسنگی راه غیر عادی را پیش گرفتند. مسئولان تصمیم گرفتند که باغ حیوانات را به سیر شهر و نواحی ولایت ختلان برند تا مردم جانوران نادر را ببینند و هم آنها غذا دهند. این باغ جانوران خصوصی است. بیننده ارجمند گزارش ویدیویی ما را از این باغ باهوش در برنامه اخبار می توانید ببینید. و در پایان برنامه امروز گزارش دیدنی دیگر هم داریم. آلن رابر که با تخلص آدم تارتنک معروف است به بالای مناره 34 آشیانه برآمد. رابر با این اقدام خود ضد خطر بیش از حد آدمان از گسترش کرونا ویروس پیام داده است. گزارش ویدیویی از اقدام ناترسانه آلن را در برنامه اخبار پورا نمایش خواهیم داد. بینندگان ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه‌های تاجیکستان و جهان را پیگیری می‌کنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک آدنا کلاسیک همراهی کنید. خدا نگهدار شما.